مرده که خاطر پول قبر مادرش را باز کرد و حادثه ناخوشی در قبرستان رخ داد و این مرد حادثه های دیده را به برادرش گفت و مؤلف چنین نقل میکند. السلام علیکم تماشابینان عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. یک مادری پیر بود. هر باری که پول نفقه‌اش را گرفته، یعنی که در ما پنسیه میگویند، در کورپچه‌ای که خودش خواب میرود، پولهای گرفته‌اش را در همانجا میگذاشته است. هر وقت به فرزندهایش میگفت: اگر روز من از دنیا گذرم، من را با همین کورپچه در قبر گذارید. از بین روزها میگذرد و وقتی ساعت این زن هم میرسد و زن پیرانسال این دنیا را پدرود میگوید. فرزندهایش میگفتند که مادرم پیش از مردنش وصیت کرده بودند وقتی از دنیا گذرد باید همراهش با همین کورپچه در قبر گذاریم. از بین چند روز میگذرد، فرزندهایش فهمیدند که در کورپچه‌ای که همراه مادرشان به قبر دفن کردند چیکار کردنشان را ندانست. یعنی این مادر پول نفقه‌اش را در همان کورپچه میگذاشته است و اینها برای دوباره کندن قبر به نزد امام میروند و امام از این واقعه با خبر میشوند و از گناه مادر گذشتن را از خدا خواست و دعا به این مادری از دنیا گذشته کرد و به مردها گفت و آنها را آگاه کرد که وقتی قبر را باز کردید باز یک اعضا بودنش را فهماند و این پسر باشد با معنای سخنها نرفت و دادرش را گرفته برای قبر را باز کردن رفتند و قبر را باز کرده به دادرش گفت: دادر، تو در همین جا انتظار شو. و خودش داخل قبر شد. وقتی بیند که مادرش مثل آتش در گرفته ایستاده است، در همین لحظه به یادش سخنهای امام میرسد و به دادرش نگاه کرده به قبر ندر آمدنش را گفت و یک جای قبر را پوشیدند و واقعه صادر شده را در راه به برادرش گفت. همینطور دوستان عزیز، این مرد در حقیقت بیمار شد و از این حالتی که مادرش را در قبرستان دید و بعد از دیدن این حالت خیلی بیماری سخت می شود و به بیماری سخت گرفتار می شود. این واقعه حقیقت دارد، میگوید مؤلف.